این خفتم فرجالا او رکبانا. الله می فرماید اگر ترسیدین شما، یعنی در خوف از دشمن هستین یا از دیگه چیز می ترسین، یک فصلوا نماز بخوانین چی؟ رجالا فرجالا، یعنی فصلوا رجالا، رجال پای پیاده، ماشین علی الاقدام، به قدم هایتان، او رکبانا یا سواره. همینطور که در راه روان هستی نماز بخوان. این نماز خوف است. بعضی هیچ وقت نمیافه، تو جنگ شدید است نمیتونه که استاد شود مرمی میخوره، یک کار میشه. این دمیرا که از نماز بخوان. سواره هر طرف که میری نماز بخوان. فاذا امنتم فاذكروا الله، هر وقت که به امن شدین، خوف رفت، امنیت آمد، فاذكروا الله، نماز برپا کنین، کما علمکم، با کل ارکانش صحیح، قبله و همه، کما علمکم، مثل که الله بر شما تعلیم دادگیست. الله در کجا تعلیم داده؟ در سنت تعلیم داد. ما لم تکونوا تعلمون، آن چیزی را که نمیفهمیدین. اینا نماز به طریقه پیامبر سلام. فاذكروا الله کما علمکم، ذکر الله نماز ذکر است، کما علمکم، مثل که الله شما را تعلیم داده. طریقه ذکر، طریقه نماز همش در قرآن و سنت بیان شده. مثل که در دیگه جای الله میفرماید فایزت مأننتم، هر وقت که به امن شدین فاقیموا الصلاة، باز نماز بخوانید. یعنی نماز هیچ وقت ترک نمیشه به هیچ وجه. در هر حالت، حالت خوف است، حالت امن است، عروسی است، طلاق است، هر چی که است، نماز ترک نمیکنه. هر مشکل پیدا میشه، در هر جایی که هستی نماز بخوان. آب نیست تیمم میزنی، نماز عفو نمیشه. مریض میشه حتی به اشاره بخوان، به اشاره. ما دیگه اشاره هم نشد خلاص عفو هستی. والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیة لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. والذين کسایی که یتوفون وفات میکنن منکم از شما و یذرون باقی میمانند ازواجا شوهرهای خودان را، خانمهای خودان را، وصیت لازواجهم، وصیت بکنن بر خانمایشان، متاعا الی الحول، به خاطر منفعت و بهره گرفتن تا 1 سال غیر اخراج، که از خانه بیرون نشن. فین خرجن، اگر خودشان بیرون شدند، فلا جناح علیکم، نیز گناه به بالای شما، فیما فعلن فی انفسهن من معروف، در آنچه که انجام میتن در نفسای خودان، من معروف، خدا مطابق قانون اسلام خدا زیبا میکنن. والله عزیز حکیم، الله غالب صاحب حکمت است. وللمطلقات متاع بالمعروف، زنای طلاق کرده شده بهره است مطابق عرف، حقا علی المتقین، ثابت است به بالای متقیا. كذلك یبین الله لكم آیاته لعلكم تعقلون، همین قسم الله وضاحت میتاد برای شما مؤمنین آیاتی، احکام و دستورات خود را، لعلكم تعقلون، تا اینکه شما فکر کنین و عمل بکنین. الله متعال ای را بیان میکند که احکام عدت اول می بود، پسان منسوخ شدگی است. اکثریت میگویند که منسوخ شده. اول می بود که کسی نزدیک مرگ شده وصیت کنه که خانم را تا 1 سال از خانه نکشین، از این مال من استفاده کنه. اگر خودش میره بانش، اما تا 1 سال به خاطر که تکلیف دیده شوهرش نیست، بانش نمیشه زندگی کنه. والذین یتوفون منکم، والذین کسایی که یتوفون وفات کرده میشود از شما، میمرن از مردهایتان، و یذرون یعنی یترکون، ترک میکنن ازواجا، زوجات خودم، خانمهایشان را. اینا وصیتا علی هؤلاء، با بالای این مردها وصیت است که وصیت بکنن پیش از اینکه مرگش بیاد. چی وصیت کند؟ لازواجهم، از برای خانمهایشان، متاعا، به اینکه منفعت و بهره داده شود به اینا، حق زندگی داده شود، الی الحول تا 1 سال. بگویند خانمای ما 1 سال باشه غیر اخراج، که بیرون نشوند و مصرف شود به بالای از اینا، از ترکه و مال همی خود شوهرش و اینا از خانهایشان بیرون نشه. این اول اسلام بود، باز الله ای را منسوخ کرد به 4 ماه و 10 روز. اول همی تو بود که تا 1 سال کسی بیرونش نکنه، حالی هم تا 4 ماه و 10 روز میمانش باشه. فاین خرجنا فلا جناح علیکم، یعنی کسی نگوید که شوهرت مرد برو دیگه استاد نشو. فاین خرجنا، اگر خودش خارج شد به اختیار خود راضی و خوشحال است، فلا جناح علیکم، نیز گناه به بالای شما اولیای میت، فیما فعلن فی انفسهن، دهی که با نشان دان چه که انجام میتن در نفسایشان، به معروف مطابق اسلام، یعنی شریعت رو رد خود زیبا میکنه، خوشبویی میزنه،
در خانه، در بیرون نه، در بیرون نه، در خانه. ایره غرض نگیرید. با یکام زنا میاد ایره میبینه، باز اون اگر دلش شد خواستگاری میکنه. غرض نگیرید. بیرون میشه خانه پدرش میره، بانش برا. حق ندارین که مانع شوید. حالا خب میراثی شده نه؟ که اون مرد میگه این میراث است. این بسیار گناه کلان است. والله عزیز، الله غالب است در پادشاهی خود. اگر شما نافرمانی کنین جزا میده. حکیم، در هر کارش حکمت و فایده است. میفهمی نمیفهمی عمل کن. وللمطلقات متاع بالمعروف، واجب است به بالای شوهرها چیش واجب است که از برای مطلقات زنهایی که طلاق کرده شده متاع منفعت و بهره بده برشان، فایده برشان بده مطابق توانش که طلاق دادگی است. یک چیز بده، ما قبلا خواندیم سرمایه دار هر قدری که داره فقیر با اندازه یک چیز برش بده. حق علی المتقین، حق لازم است به بالای متقیا. بعضی میگه واجب است، بعضی میگه سنت است. كذلك یبین الله لكم آیاته لعلكم تعقلون. همین قسم الله بیان شافی میکند از برای شما احکام خود را. چه وضاحت میده که محبت ایجاد شود در بینتان، دشمنی نباشه، طلاق میاد، مشکلات میاد. لعلكم تعقلون، تا که شما فکر کنین و بهترین ها را انجام بدین. جنگ نکنین. مثل که افغانا را ببینین، افغانیت چی کارا میکنن، جنگ میکنن، دشمنی میکنن به خاطر طلاق و نکاح. نکاح اگه خواستگاری هم کرد کسی نداد دشمن میشه، اگه طلاق هم کرد هم دشمنی. در دو صورت، در صورت خواستگاری کنه نتا، یا نکاحشان هم قسمی است که دست رواجای بد نمون نکاح به جگرخونی و جنگ است. این قضیات بته هتل بیار و یک پیسه برسن، این پیسه های نمیانه، اون نکاح نیست، خوشی نیست، جنگ است. یک قدمی نکاح جنگ میشه، خفگی خواهست، خفگی خواهست. نفس ما را میگه کشید. باز اونم دختری را که میبره چون که ظلم کرده فامیلش، اینی هم دیگه انتقام میگیره. یا دست تو مایی تو شدیم. علم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. چقدر احکام زیبا بیان شد قبلا. اگر میکنه مسلمانا میگه بفهمه کی کار میکنه، جور میشه. زن و مرد بشینن قرآن بشنوه. اینا خود عمر بابه خودند قرآن نشنیدن و اونم فقط مطابق خواهشات خودند در کار عمل میکنن. اگر می کل مسلمانای افغانستان همی درسه، همی قرآن همی تو بشینن بشنوه، جور میشه. الله اینی زیادش جور میشه. سلمان هستن ولی نمیفهمن و درس هم نیست، گفتم نمیشه. عالم صحیح عالم ما نداریم که بیان کنه. مناسبت از این چی است با ما قبل؟ هر وقت که الله حکم خانوادگی را به تفصیل بیان کرد، نظمی که در بین افراد خانواده نظم میاد، محبت می باشد، به خاطر اصلاحش الله متعال به خاطر یک جامعه فاضل و زیبا احکام بیان کرد. عالم میگه که اینمی احکام قوانین جامعه شما را منظم می سازه، خوشبخت می سازه. قصاص و اینا امنیت است. پس به خاطر حفاظت از این جامعه شما چی بکنین؟ جهاد و قتال، قوت نظامی تشکیل بتین که کافرها اینمی نظام شما را برهم نزنه. همی قوانینه اگر شما قوت نداشته باشین باز خرابتان میکن. حال مسئله قتال بیان میکن. قتال جهاد دیگه هم متا کردن. احکام جهاد به خاطر حمایت عقیده، حفاظت مقدسات، تامین یک محیط صالح برای خانواده مسلمان، حیات زیبا. این وقتی میشه که یک جامعه پاک، یک جامعه صالح باشد، بقا و دوام ازی و بقای حق میشه، حق باقی باشه، انصارش باقی باشد. و می خاطر الله میگه امر به قتال و مثالا را بیان میکند که چگونه امتهای سابقه با وجودی که کم بودن جهاد کردن، الله اونا را نصرت کرد، کفار شکست داد. پس اعتبار برای کثرت نیست، کم کم مردم را الله که غلبه دادگیست. این را بیان میکند. بزدلی نکنین میگه الله متعال که احکام الله را کلش عملی کنین، در هر وقت هر حکم الله را عملی کنین. علم تر الی الذین خرجوا، آیا نمیبینی تو پیامبر عالم نیستی به طرف کسایی که بیرون شدن من دیارهم از خانه‌هایشان و هم الوف، در حالی که اینا هزارها بودن،
حذر الموت، هزاران نفر بودن از جهت ترس. فقال لهم الله موتوا، گفت الله از برای اینا بمرین. ثم احیاهم، باز زنده کرد اینا را. ان الله لذو فضل علی الناس، بدون شک الله صاحب فضل است به بالای مخلوق. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر مردم سپاسگزاری نعمت الله را نمیکند. وقاتلوا فی سبیل الله واعلموا ان الله سمیع علیم، قتال کنین به خاطر حاکمیت دین الله، یقین کنین الله میشنوه آواز شما را، عالم از بنیاتتان. علم ترى آیا نمیبینی؟ یعنی آیا به تو خبر از این نرسیده؟ عالم نشدی؟ ای پیامبر، ای رسول الله، خطاب به پیامبر است. حالت کی را؟ الی الذین، به طرف کسایی که خرجوا من دیارهم، از خانهایشان بیرون شدن. و هم الوف، در حالی که اینا هزاران نفر بودن. چرا بیرون شدن؟ از جهت ترس مرگ. از جهت ترس مرگ. این چی واقع است؟ الله بعضی قوم بنی اسرائیل گفت که اینجا قوم کافرت، برین جهاد کنین، جنگ کنین، جهاد کنین. اینا گریختن از خانه، فقط ما جهاد کنیم کشته میشیم. الله مرگ با بالاشان آورد، کلش کشت. این از مرگ الله گریختن هم میتونی. بعضی ها میگه که مرض طاعون آمده بود. در مرض طاعون قانون نیست که از صاحب بیرون نروی. اینا بر آمدن گریختن. الله مرگ آورد، مرگ تعذیبی را که عذاب بود، موقت بود تا که اینا پند بگیرن. باز الله اینا را زنده کرد. و اکثریت میگه که 70,000 بود تعدادشان. فقال لهم الله، گفت الله برای اینا موتو، بمرین. بس الله که باید بمر، میمری. کونوا قردة خاسین، هر حکم الله عملی میشه. کلشان مرد. ثم احیاهم، باز زنده کرد. و این قوم بنی اسرائیل بود که پاچایشان به جهاد دعوت داد، پاچایشان هم طالوت بود. اینا گریختن از مرگ. الله اینا را چند روز میرانده بود؟ 8 روز میگه مرده بودن. مفسرین میگه باز زنده شان کرد. با دعای نبی زنده شد. نبیشان بعضی هم میگه حزقیل بوده، حزقیل علیه السلام. بعد از این باز زنده ماندن تا وقت مرگشان. بعد میگه جت طاعون گریختگی است. ابن کثیر ایره میگه الله اینا را مرگ به بالاشان آورد. پس در اینجا عبرت است که ترس یعنی فرار از تقدیر نمیشه. چیزی که مقدر است کسی فرار کرده نمیتونه. جای پناهی نیست مگر به طرف الله است. الله میگه از مرگ نترسید، جای چیز کارتان بکنید. ان الله لذو فضل علی الناس، بدون شک الله صاحب فضل است به بالای مردم. انعام و احسانش است که الله قدرت خدا را بیان نشان داد و باز زنده شان کرد. این چندمین بار است که زنده شده، سومین مرتبه است. سومین آیت است که مردار الله در دنیا مرگ آورده باز زنده کرده است. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر مردم سپاسگزاری نعمتهای الله را نمیکنند. این همین فضل الله بود که الله اینا را پس زنده کرد و نعمتها را برشان داد. همیال اون فضل بزرگ الله به بالای ما شما. بسیار احکام الله عملی نمیشه. ما شما در توان هم داریم، عمل نمیکنیم. اکثریت مسلمان های جهان عمل نمیکنن، ولی باز هم الله ما شما را در این حالت مانده. وقاتلوا فی سبیل الله واعلموا ان الله سمیع علیم، بجنگین به خاطر حاکمیت دین الله، یقین کنین الله میشنوه و عالم است به نیاتتان. قاتلوا، بجنگین. با کی؟ کافرایی که با شما می جنگن، متجاوزین. به خاطر چی بجنگیم؟ فی سبیل الله، به خاطر اعلای دین الله. اعلا سبیل الله، دین الله. اعلا بلند کردن، حاکم کردن دین الله. دین الله، قانون الله، نظام عدل الهی در کل دنیا باید حاکم شد. به امر از اینا بجنگین. لحاظ کسی را نکنین، خواهشات کسی را قبول نکنین. و علموا ان الله سمیع، یقین کنین الله میشنود آواز شما را. مجاهد الله میگه دعا میکنین، دعایت میشنوه. علیم است به نیاتتان، که چی نیت دارین. به خاطر الله جهاد میکنین یا به خاطر دنیا؟ از جهاد فرار میکنین یا باقی میمانین؟ در دلت چی است؟ من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره والله یقبض و یبسط و الیه ترجعون. کیست آن شخصی که یقرض الله قرض میته به الله قرضا حسنا، قرض حسنه، فیضاعفه له الله دوچند میکند امورا از برای ازمون قرض دهنده اضعافا کثیرا، به چندین چند. والله یقبض و یبسط الله کم میکند رزق تنگ میسازه و یبسط فراخ میکنه و الیه ترجعون، خاص به طرف الله بازگشت شما است. حال الله متعال میگه به خاطر جهاد فی سبیل الله مال به کار است، انفاق. تا که مال مصرف نکنی اسلحه و وسایل جنگی به دست نمیاد. پس کسی که در راه دین الله مال مصرف میکند گویا که
به الله قرض حسنه داده. قرض حسنه یعنی حتمی برات داده میشه. و اگر کسی 1 لک مصرف کنه الله چند میسازه پیسی از این. از 1 لک به 10 لک به 100 لک به 700 لک و به هزاران لک. مثل که در سورت پسان میاد می سورت در سپاره سیوم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. مثل یک دانه که 7 غنچه دو میروید، در هر غنچهش 100 دانه باش 700 چند. والله یضاعف لمن یشاء. الله اینا چند از 700 چندم بالا میبره. کیسان شخصی که بذل میکنه، مصرف میکنه مال خود در راه خیر، در راه دین الله، خصوصا به خاطر اعلاء کلمت الله، در راه جهاد، در راه دیگر راه خیر، مدرسه است، راه دین است، یعنی راه، یعنی راه قرآن، دعوت، اینا بسیار درجه داره. دینی راه مصرف میکنه. من ذلذ این قسم مصرف الله می قرض دادی، یعنی هیچ ضایع نمیشه. نیتت صحیح باشه، عقیده توحید باشه، خلاص میتی قرض دادی. مثل که یک کسی را قرض میتی، فیضاعفه الله را چند دو چند سه چند میکند، اضافا به چندین چند، کثیره، بسیار زیاد. والله یقبض، اگر تو میگی که ما مال ما مصرف کنم فقیر میشم، الله میگه اینطور نیست که مال مصرف کنی فقیر شی. والله یقبض، الله قبض میکند، تنگ میکند رزق. حالا من یشاء، به کسی که بخواد، و یبسط، فراخ میکند به کسی که بخواد. امتحانه، یک کسی سرمایه میته امتحانش میکنه، یک کسی را فقیر میسازه. در دو صورت امتحانه. فقیر به فقر خود صبر میکنه، سرمایه‌دار مال خود در کدام را مصرف میکنه. و الیه ترجعون، در روز قیامت به طرف الله بازگشت میکنین، باز ثواب و پاداش اعمالتان میته. اگر بد بود جزا میته، خوب بود خوب. علم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. الله متعال رد میکنه به بالای بعضی کسا از امت بنی اسرائیل سابقه، قوم یهودیا که با پیامبرشان گفتن که بر ما یک امیر تعیین کو که جهاد بکنیم. پیامبرشان گفت اگر امیر جهاد جنگ تعیین شد نشه که با شما جهاد نکنیم. گفتن نه چرا نکنیم، ما از خانه های ما بیرون شدیم، این کافرها ما را از خانه کشیده، ای تو کده از اولادای ما. هر وقت که جهاد با بالا شد فرض شد تولوا، اکثر شیراز کمش ما کی میگو جهاد فرض شد باز ببینی چی میکنم. نه حالا که جهاد فرض شد قرار خوش دل لیاف خوش حالا چیشته. الله این مردم ها را تقبیح میکنه، میگه ای تو مردم تقاضای جهاد کردن، وقتی که فرض شد ماندندش. اشاره به سوزید که شما ای تو نکنین، شما مؤمنین بزدل نشین مثل قوم. علم تر الی الملأ، آیا نامدگی از خبر قوم بر تو؟ ملأ بنی اسرائیل، ملأ سردارا بزرگای اولاد یعقوب یعنی یهودیا، من بعد موسی، بعد از موسی علیه السلام، این بعد از وفات موسی علیه السلام. میگه تعجب است به این مردم. اذ قالوا لنبی لهم، وقتی که گفتن از برای پیامبرشان، و پیامبرشان بعد میگه یوشع بود، بعد میگه شمعون بوده، شمعون علیه. چی گفت؟ ابعث لنا، در بنی اسرائیل بعد از موسی علیه السلام بسیار انبیا آمدن و به تورات فیصله میکنن. چی گفتن اینا؟ ابعث لنا ملکا، که ابعث لنا یعنی تعیین بکو از برای ما، قایم بکو از برای ما، ملکن پادشاه، امیر جهاد، قائد بگردان، قماندان بر ما تعیین کو. چرا؟ نقاتل فی سبیل الله، تا که بجنگیم ما به خاطر حاکمیت دین الله، به امرای دشمنا بجنگیم. قال هل عسیتم، قال گفت نبی از اینا بر از اینا، هل عسیتم، گفت من میترسم به بالا شما که فرش به بالا شما قتال، آیا قریب است شما این کتب علیکم القتال، این که فرش به بالا شما قتال، الا تقاتلوا، با شما جنگ نکنین. میترسم که اگر فرش شود حکم الله بیاد باز بزدل شوین، بی غیرت شوین، از مرگ بترسین، از زخمیگری بترسین. قالوا اینا گفتن ما لنا، چی شده از برای ما، الا نقاتل فی سبیل الله، که جنگ نکنیم به خاطر حاکمیت دین الله. یعنی چی سبب است برای ما، چی بهانه است؟
هیچ یعنی بهانه ما نداریم، هیچ عذر نداریم، چرا جنگ نکنیم به خاطر دین الله. دیگه میگه اینجا باعث موجود است، دلیل جنگ موجود است. او چیست؟ وقت اخرجنا من دیارنا، در حالی که ما بیرون شدیم از خانه های خود. ما از خانه های خود بیرون شدیم، یعنی شهر ما را گرفته ای کافرها، اولادای ما را غلام خود جور کرده و ابناینا، از فرزندای خود جدا شدیم. الله بر عالمی فرماید که خب تقاضا کردن جهاد فرض شد که جهاد کنیم، امیر تعیین کن. پیامبرشون که همین کار کرد دیگه کلش شیشتنی و که تیق کافر کتا کی جنگ میکنه قرار شیشتن. فلما کتب علیهم القتال، هر وقت که فرض شد به بالای از اینا قتال، تولوا، انکار کرد اکثر از اینا از جهاد، اکثریتشان از جهاد انکار کرد. الا قلیلا منهم، مگر یک جماعت بسیار کمشان، کمش ماند که صابر بودن و ثابت بودن. و نمو طالوت که به امرای متابعدارایش که پسان میخوانیم از امو نهر تیر شدن، ولی الله اونمو کم نفری که من اونمو رو نصرت کرد. یا قضیات بودن نرفتن، کمش رفت، مثلا از 1,00,000 نفر 5,000 رفت، اونم 5,000 الله نصرت کرد، یا 1,000 نفر الله نصرت کرد. در حالی که جنگ تقاضا کرده بودن، وقتی که جنگ آمد بزدل شدن. الله چی میفرماد؟ والله علیم بالظالمین. اینا جهاد فرض شد نکدی، الله علم است به ظالما، تقاضام کردن. یعنی شما الله این ظالما را میگه من میشناسم، جزایشان میدم. تقاضای جهاد کرد، فرض شد. اینجا ظالم ده چیه؟ ترک جهاد ترک کرد. والله علیم بالظالمین. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفى عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. قال امیر سرشان تعیین کرد، یا گفتن امیر تعیین کنی. و قال لهم نبیهم، گفت از برای اینا نبیشان خبر داد نبینشان که ان الله، بدون شک الله، قد بعث، بدون شک تعیین کرده است، مقرر کرده، علیکم، با بالای شما، طالوت یک انسان نیک بود، ملکن من حیث فرمانده جنگ، قائد جنگ، پادشاه جنگ بر شما، فرمانروای جنگ الله طالوت تعیین کرد تا که شما در زیر امر ازی و تدبیر ازی جنگ بکنید و ایرا امیر برتان تعیین کرد. قالوا اینا گفتن ان یکون له الملک علینا، چگونه میشود از برای ازی پادشاهی با بالای ما، و نحن حق بالملک منه، و ما بسیار سزاوار حقدار هستیم به پادشاهی ازی کرده، ولم یؤت سعة من المال، داده نشده فراخی مال بر ازی. اینا سعی کنین اول گفت امیر تعیین کن که ما جهاد کنیم. جهاد که فرض شد نکردن. دوم امیر تعیین کرد، سر ازی هم انتقاد کردن، بسیار بد مردم هم یهودی ها. خب این تو مردم هست. چی گفتن؟ اعتراض کردن این سرمایه نداره، این نداره، قوم بازی بود، نه از قوم ما نیست، قبول نداره. مثل افغان بود میام. خب افغان که از قومش نباشه خوب آدم هست، ولی این تو میگن از این نیست، زبانش دیگه هست، میگن سمتش دیگه هست، زبانش دیگه هست. خب اول خب گفتن که جهاد فرض شود، وقتی که فرض شد این کار کردن. دومی که ملک تعیین کو پادشاه، حالا پادشاه را که تعیین شده و هم چی گفت برشان؟ ان الله تعیین کرده. این تو ظالم مرد. حالا خو یک کس که تعیین میشه خود مستقیم الله تعیین نمیکنه، نه مردم میکنه. او را گفت الله تعیین کرده. حالا اینا انتقاد میکنن، الله قباحت از اینا را بیان داره. قالوا گفتن اینا ان یکون له الملک، چگونه میشود از برای ازی، ان کیف یکون، چگونه میشود از برای ازی پادشاهی و قماندانی و بالای ما، والحال، و حال این که و نحن حق بالملک منه، ما بسیار حقدار هستیم در پادشاهی ازی کرده. چرا شما حقدار هستین؟ به خاطر که ولم یؤت سعة من المال، بر ازی فراخی مال داده نشده. دیگه ما اولادای پادشاه خو ماستیم، نسل ما کلش پادشاه تیر شده و دیگه ای خو مال نداره، هیچ قسم پادشاه باشه. ولم یؤت سعة من المال، مال نداره. یا فکر میکنه هر کی سرمایه‌دار باشه باید تو نمو امیر باشه. دیگه گفتن که پدر ما پادشاه و قماندان تیر شده. این چرا شد؟
مثل که در افغانستان جنگ است، نه در بین می اقوام. او میگه 200 سال ما پاچایی کردیم بلگه بانیم. این دیگه میگه سر ما ظلم کرده، در 200 سال حال نوبت ماست، ما نمیمانیم. این زده رایستن سر این میگه پا با معامله میکنن که کافرها با سر پاچایی، او میره وزیر میشه، او معاون میشه، او این تو میگه خدا برسان به قدرت هر چی که میکنی. کافر معامله کو بازی میتی، هر چی که میکنی مقصد سر قدرت باشی. این صفت یهودیا بود. حال این مرض انتقال کده در امتام. قال ان الله اصطفى علیکم، قال گفت نبیشان برای زینا ان الله اصطفى علیکم، الله ای را انتخاب کرده با بالای شما. الله انتخاب کرده، میفهمی؟ گفت سر حکم الله انتقاد میکنی. و زاده بسطة فی العلم والجسم. شما میگین سرمایه و پول سرمایه اقدار قائدی و فرماندهی جنگ نیست. و زاده بسطة فی العلم، الله زیاد کرده فراخی زیر در علم. یعنی الله علم دادگی است که علم چی؟ علم امور سیاسی، سیاست هم میفهمه، دین هم میفهمه، هم دین هم میفهمید هم سیاست. والجسم، دوم چیز قوت بدن الله برازی داده. و اینجا تنها جسم قوی شدن نیست، شجاعت هم داده. هم شجاعت داشت هم جسم قوی. این خوبه. اگر جسم قوی نبود شجاعت باشد. یکم تا بسیار قوی کلان است، گپ شد تو میگریزه در بدن. یعنی جسم و همت قوی برش داده الله. پس اینجا علم است، علم دین و علم سیاست و جنگ. این مهم است، هر کس خونه میشه. و دوم اینی مهم است، یعنی برای امیر که علم جنگی و علم دین بفهمد. دیگه جسم شجاع باشد. این تو نه که جنگ در اون ولایت باشد تو از این ولایت فرار کنی. خب در این ولایت نامدهید در کجا میرسی؟ این تو آدمای بزدل نمیتونه که امیر شوه یا رئیس شوه یا بزرگ شوه. این جسمش که در شدت و مقاومت بکنه در برابر دشمن. والله یؤتی ملک من یشاء. حال نبیشان چی میگه؟ الله میدهد پادشاهی را کسی را که بخواهد. این کار الله است. ملک، پادشاهی، قومندانی این را الله برازی داده. شما سر کار الله انتقاد نکنین، این میراثی نیست که از این به او از او به او، الله میده. والله واسع علیم، الله فراخ از فضلش، علیم است با کسی که اهل از این را داره که برای کی بده. خب این گپا که برشان گفت باز اینا چی کردن؟ گفتن خب خیلی گپا که هست حالا ما چوب هستیم، خب این که هست خیلی ما نمیتونیم ایجاد کردن، برو ششتن. خب اگر نفر ما باشه میریم، نباشه نیم. وقال لهم نبيهم ان آیت ملکی آیاتکم التابوت فی سکینة من ربکم و بقیة مما ترک آل موسی و آل هارون تحمله الملائکه ان فی ذلک لآیة لکم ان کنتم مؤمنین. اینا پرسان کردن که علامه پادشاهی از این چی است؟ چی نشانه است که این پادشاه میشه ما بفهمیم که تعیین شدگی است؟ یک علامه شه بگو. وقال لهم نبیهم، گفت از برای نبی و پیامبرشان ان آیت ملکی، بدون شک علامه و نشانه پادشاهی از این است. آیت یکم التابوت، این که میاد بر شما تابوت، یعنی تابوت صندوقچه، یک صندوقچه در او آثار موسی علیه السلام بود، بعد می عصا و لنگی و چند دانه چیزش بوده. این میاد فی سکینة من ربکم، ده ای که سکینه است از برای از طرف ربتان. سکینه اطمینان قلب. وقتی که تابوت می بود در موسی یا قلبش مطمئن می بود، پریشان نمی شده. و بقیت مما ترک، یکی خود سکینه است از جانب ربتان. دوم و بقیت مما ترک آل موسی، بقیه است آنچه که باقی مانده از آل موسی و اهلش و آل هارون، از آل هارون. او چی بود؟ علم بود، یعنی دهی تورات بود و بعض چیزای دیگه هم بود. تحمله الملائکه، در حالی که حمل میکنه ایره ملائکه، میگه ملائکه هم تو میاره ای تابوتا برازی تسلیم میکنه در بین آسمان و زمین، تا اینکه پیش روی طالوت میمانه و شما میبینین. گفت خو اگه این گپ شوه خو صحیح است. این فی ذلک لآیة لکم، این یقینا در این پایین شدن تابوت علامه و نشانه است از برای شما که پادشاه شماست، امیر شماست. این کنتم مؤمنین، اگر شما ایمان دارین، اگر ایمان دارین خو این نمی است. این بدبختا اول گفتن صحیح است، باز پسان که تابوت تا محمد که تازی در جنگ نرفتن. پس در اینجا بعضی ها میگن که تبرک با آثار انبیا صحیح است. این دی تابوتی تو بوده، ای تو بوده. آیا تبرک گرفتن با آثار انبیا چطور است؟ صحیح است؟ نه.
غیر از بیا به دیگه کس بگیری چطور است. موضوع ازی تفصیلی است انشالله که دیگر روز بخیر انشالله العزیز را بیان میکنیم.